خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب اسکیلاب. من یاسین هستم و اومدیم آموزش کامل 4 تا از هوش مصنوعی یادگیری زبان رو داشته باشیم. اولین هوش مصنوعی که به شما معرفی کردم هوش مصنوعی گرامرلی هستش که یک دستیار هوش مصنوعی برای شما هست که میتونید گرامرهای خیلی تمیزتری داشته باشید. بریم با هم آموزشش رو داشته باشیم و نکته‌ای داره رو بهتون بگم. وارد سایت grammarly.com میشیم یا گرامرلی رو تو گوگل سرچ می‌کنیم و وارد سایتش میشیم و get grammarly it's free رو میزنیم تا وارد حساب کاربریمون بشیم و یا حساب کاربری جدیدی ایجاد کنیم. اینجا میتونیم با استفاده از اکانت جیمیلی که توی گوگل داریم یا با استفاده از اپل آیدی که داریم وارد اکانتمون بشیم که حالا من از طریق گوگل وارد میشم. و که جیمیلامو انتخاب میکنم. بعد از اینکه وارد اکانتمون بشیم گرامرلی چند تا سوال ازمون میپرسه که بتونه خدمات بهتری رو بهمون عرضه کنه. سوال اولی که میپرسه اینه که ما گرامرلی رو برای سر کار استفاده میکنیم یا برای مدرسه یا برای پروژه های دیگه که حالا من برای مدرسه انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. میگه شما الان توی چه مقطعی از تحصیلاتتون هستید؟ توی های اسکول استودنت هستید، کالج استودنت هستید و حالا موارد دیگه که حالا من میگم دبیرستانی هستم و اینجا می نویسه که شما کی فارغ التحصیل میشید و کی درستون تموم میشه که من نمیدونم رو میزنم و نکست رو میزنم. اینجا گرامرلی پلن‌های مختلف خودش رو معرفی میکنه که پلن پرو داره که پولی هستش و پلن فری داره که برای کار و یادگیری زبان پلن فری مناسب هستش و اگر کارهای خیلی پیشرفته‌تر میخواین داشته باشید پلن پرو مناسب‌تر هستش، ولی برای کارهای ساده و روزانه بیشتر پلن فری استفاده میشه و نو تانکس رو میزنیم و از پلن فری استفاده میکنیم. گرامرلی مستقیما نمیتونه روی مرورگر ما نصب بشه، یا ما باید اپی یا برنامه‌ای که داره روی ویندوز نصب کنیم و ازش استفاده کنیم یا باید اکستنشن یا افزونه‌ای که داره روی کروم نصب کنیم تا ازش استفاده کنیم. من قبلا گرامرلی رو دانلود کردم و باز می‌کنیم و نحوه کار باهاش رو بهتون توضیح میدم. وقتی گرامرلی رو دانلود می‌کنید شما اینجا باید دوباره وارد اکانتتون بشید توی برنامه و اینجا ساین اپ فور فری رو میزنیم و یک تب جدید توی مرورگرمون باز میشه و اینجا از طریق مرورگرمون ما میتونیم دسترسی بدیم به برنامه داخل ویندوزمون و بعد از اینکه این مراحل طی کردیم برنامه گرامرلی برامون باز میشه و حالا ما میتونیم از گرامرلی استفاده کنیم. توی برنامه‌ای که داره دو تا گزینه هستش که نیو داکیومنت و ستینگ برای تنظیماتش هستش و اگه بخوایم پرونده جدیدی ایجاد کنیم که توش گرامرمون رو بنویسیم که حالا غلطاش گرفته بشه و گرامرلی کمکمون کنه تو اون داکیومنت، نیو داکیومنت رو میزنیم و یه پرونده جدید برامون ایجاد میشه توی گرامرلی. صبر می‌کنیم تا اون پرونده توی مرورگرمون باز بشه. خب حالا ما میتونیم دیگه از گرامرلی استفاده کنیم و گرامری که داریم رو اینجا تایپ کنیم یا اینکه میتونیم اینجا کپی پیستش کنیم و اینجا ما میتونیم پیشنهادات گرامرلی برای بهبود یافتن اون گرامرمون رو داشته باشیم یا میتونیم پیشنهادات هوش مصنوعی برای کوتاه‌تر کردن گرامرمون داشته باشیم. هوش مصنوعی دومی که زیاد ازش استفاده میشه هوش مصنوعی پرو رایتینگ AID هستش، یک دستیار هوش مصنوعی برای اینکه بتونیم ما رایتینگمون رو قوی کنیم و توش بنویسیم و غلط‌هاش رو توسط هوش مصنوعی بفهمیم. بریم که با هم آموزشش رو داشته باشیم. وارد سایت prowritingaid.com میشیم و وارد اکانتمون میشیم مثل هوش مصنوعی قبلی و مراحل قبلی رو طی می‌کنیم و get started it's free رو میزنیم تا وارد پنل رایتینگمون بشیم. بعد از اینکه وارد اکانتمون شدیم و وارد پنل رایتینگمون شدیم با همچین صحنه‌ای مواجه میشیم. اینجا ابزارهای متعددی هستن برای اینکه ما بتونیم رایتینگمون رو داشته باشیم و حتی گرامرمون رو چک کنیم. ما اینجا میتونیم گرامری که داریم و حالا رایتینگی که داریم رو اینجا کپی پیست کنیم، غلط‌هاش رو بگیریم، اشکالات گرامریش رو بگیریم مثل قبلی، ولی هوش مصنوعی گرامرلی خیلی تخصصی‌تر میتونه این کار رو بکنه برای ما و با استفاده از هوش مصنوعی که داره میتونه گرامرهای ما رو خیلی کوتاه‌تر کنه. هوش مصنوعی سومی که ما استفاده می‌کنیم هوش مصنوعی السا اسپیک هستش که به ما کمک می‌کنه اسپیکینگ یا مکالمه‌مون رو قوی کنیم. با استفاده از هوش مصنوعی که داره ما میتونیم با هوش مصنوعی صحبت کنیم و متنایی که براش می‌خونیم غلطامون رو بهمون میگیره و بهمون تمرین‌های متفاوتی میده. بریم که آموزشش رو داشته باشیم. وارد سایت elsaspeak.com میشیم و اینجا ما ببینیم که یک اپ مختلفی داره برای موبایل که حالا میتونیم از اپش هم استفاده کنیم و میتونیم از
برنامه تحت وبش هم استفاده کنیم که اینجا استارت لرنینگ رو میزنیم تا از برنامه تحت وبش استفاده کنیم. وقتی وارد برنامه تحت وبش میشیم اینجا ما یک آیکون میکروفون میبینیم که ما میتونیم با استفاده از این علامت میکروفون رو باز کنیم و با هوش مصنوعی که داره صحبت کنیم. یک سری متن هوش مصنوعی به ما میده که ما باید اون رو به صورت دقیق بخونیم و اگر غلطی توی خوندن داشته باشیم هوش مصنوعی اون رو تصحیح میکنه و تمرین‌های بیشتری بهمون میده تا یادگیریمون رو به حد اکثر برسونه. هوش مصنوعی چهارمی که ما استفاده میکنیم هوش مصنوعی اسپیکینگ هستش که از این هوش مصنوعی هم ما میتونیم توی اسپیکینگ استفاده کنیم و هم توی لیسنینگ. و یک هوش مصنوعی هستش که یک ایجنتی داره که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و تعامل داشته باشیم و باهاش صحبت کنیم و هر غلطی که توی ساختار جمله ما داشته باشه رو بهمون در آن واحد میگه و تصحیحش میکنه. وارد سایت speaking.com میشیم و گزینه ساین رو میزنیم تا وارد حساب کاربرمون بشیم. این مراحل هم مثل هوش مصنوعی قبلی باید با استفاده از جیمیلمون، فیسبوکمون یا حالا اپل آیدیمون باشه که حالا من این مرحله طی میکنم تا وقت ویدیو زیاد نشه. بعد از اینکه وارد حساب کاربرمون شدیم و مراحل لاگین رو پشت سر گذاشتیم از ما چند تا سوال میپرسه. سوال اول اینه که ما کدوم زبان رو میخوایم یاد بگیریم که ما اینجا دو تا انگلیسی میبینیم، یکی انگلیسی UK و یکی انگلیسی US. انگلیسی UK لهجه بریتیش رو دنبال میکنه و حالا توی لیسنینگ و اسپیکینگی که داریم هوش مصنوعی بیشتر روی لهجه بریتیش کار میکنه و اما هوش مصنوعی US هوش مصنوعی هستش که بیشتر روی لهجه امریکن ما کار میکنه و کلا توی غلط‌های ما هم بر اساس این لهجه میگیره که حالا ما لهجه امریکن رو انتخاب میکنیم. توی مرحله بعدی برامون یک کوچ در نظر میگیره، یک مربی در نظر میگیره که این مربی همون مربی مجازی ما هستش که هوش مصنوعی هستش و با ما صحبت میکنه و تعامل داره و هر روز یک گزارشی از ما میگیره و یک گزارشی از ما میده که چه کارهایی کردیم، چه کارهایی توی لیسنینگ و اسپیکینگمون انجام دادیم و حالا یک معرفی زیر این اسمش انجام داده که کجا زندگی میکنه، ولی در اصل این یک کوچ مجازی هستش که دستیار هوش مصنوعی ما هستش و نکست رو میزنیم. توی مرحله بعدی ما میتونیم با مربی مجازیمون صحبت کنیم و حالا یک صحبت‌های اولیه رو باش داشته باشیم چون که این یک هوش مصنوعی مجازی هستش در آن واحد به ما جواب میده، ولی من حالا نمیخوام صحبت کنم و اسکیپ رو میزنم. و این هم بخش آخرمونه که حالا میخوام برای چه کاری اینجا استفاده کنیم. این اسپیکینگ رو برای حالا مهاجرت، برای کودکانمونه و حالا برای اسکیلاپ خودمونه، افزایش مهارت خودمونه و این مرحله هم تموم شه ما میتونیم 0 تا 100 با مربی مجازی که داریم و معرفی کرد بهمون صحبت کنیم و مراحل یادگیری رو پشت سر بذاریم. و این بود از آموزش 4 تا هوش مصنوعی یادگیری زبان. اگر میخوای آموزش‌های بعدی رو داشته باشی کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو بزن.